این همان دعایی هست که حبیب خدا اکثر وقت این دعا را میکرده است: ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته. پروردگارا، ما یک گروه بندگان تو در این روزی که خیلی روز عظیم است، خیلی روز برجسته است، که حبیب تو گفت خیر یوم طلعت علیه شمس یوم الجمعه، بهترین روزی که در او روز آفتاب روشن می شود این روز جمعه است. داروخانه شفافرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. سامیون وان برای شخصانی که خراب هستند و میخواهند وزن گیرند. ام پلوس اپیمدیوم برای با قوت شدن، خوب کردن گردش خون، برای طولانی کردن همخوابگی. ماس پیگمنتو برای کسلی های پسریاز و سفید شوی پوست. بین داکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. مینوکسیدیل برای برآوردن ریش و موی سر. کرم فرانک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. ماسلا خیلبی برای ریزانیدن سنگ‌های گرده و تبابت آن. فات زورب برای کم کردن وزن زیادتی. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن، شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس: جمع 7 926 319 59 61. از بس که سوالهای زیاد است، در حال دیگر این جوابها را برای شما گردانم. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، به سوال ما جواب گردانید. اگر جامعه نمازی آستینش سوختگی سیاه باشد، نماز خواندن درست است یا نه؟ درست است. البته اگر جامعه که اگرچه آستین او سوخته هم که باشد، با او نماز خواندن جایز است. لیکن چندین بار گفتیم که برای نماز باید که شما لباسهای بهتر و آلفته و تازه داشته باشید. چگونه که صاحب مختصر میگوید: و فی ثیاب البزلتی، نماز خواندن در لباسی که وی بدبوی باشد، وی چرکین باشد، در این گونه لباس ها نماز خواندن کراهیت دارد. یعنی لباس هایی که برای نماز ما و شما باید داشته باشیم لباس های تازه باشد، لباس های یعنی دیگر باشد. آن لباس هایی که ما و شما در خاندان برای کار خانه استفاده میبریم، برای نماز باید که لباس های اگر جداگانه داشته باشیم، این برای ما بهتر است. از اویی که ما و شما در هر لباسی که میدانیم نمیدانیم چرک است، چرک نیست، سوختگی است، چگونه نباشد نماز میخوانیم، از اون دیده در لباسهای بهتر نماز خواندن البته افضل است. السلام علیکم دامنای محترم حاجی میرزا، شخصی را در سالهای ناتنجی یک گروه اوباشان سلاح به دست با طریق زوری مجبوراً زنش را در پیش چشمش به ترتیب کردند و آن شخص تا حال با آن زن زندگی کرده ایستاده است. آیا آن زن بر وی طلاق است یا او دیوس است؟ داملای عزیز شما بگویید که او چیکار کند؟ زنش را طلاق دهد یا زندگی کند؟ التماس تیزتر جواب دهید. البته خداوند اون ساعتهایی که خیلی ساعتهای ناآرام بود، ساعتهای نافهمی ها بود، لیکن ما و شما فراموش نکنیم که خداوند در قرآن میگوید: و ما اصاب من مصیبت الا باذن الله.
هر مصیبتی که به سر فرزند آدم می آید، هر آینه می آید به اجازت من می آید. یعنی اون زمانهایی که بالای ما بود چه یک زمانهای خیلی ناخوبی بود. برای اهل خرد به نهایت یک زمانی بسیار بد بود، لیکن الحمدلله که این آرامی ها و این شرایط های بهترینی که ما و شما الحال داریم، به این شرایط ما و شما اولا شکر کننده باشید. و حبیب خدا میگوید کل شیء بالقدر، همه حالت هایی که از شما خواه خوب می شود خواه بد می شود به تقدیر وابسته است. در تقدیر مردم تاجیکستان این ناآرامی کشیده بوده است و ما و شما یک زمان این از بالای سرمان سپری کردیم و دائم باید ما و شما چی در آشکارا و چی در خلوت دعا کننده باشیم که خداوند این حالت دیگر بالای ما و شما نآورد. بسیار حالت ناخوب بود. یک حالت ناخوبش مرحمت علی همین سؤالی که الحال برای ما ارسال شد. این یک زن نه، صدها زنها به ترتیب شدند. لیکن این معنی را ندارد برادر عزیز که این مرد دیوس باشد. دیوس مردی هست که خود میداند که زن او به ترتیب است، دختری وی به حیا است و با این به ترتیبی و به حیایی دخترش وی چه است؟ صبر کننده است، وی قناعت کننده است، وی راضی است. اینا دیوس میگویند. دیوس اون نفری نیست که در پیش او زن و دختری وی به ترتیب کنند و این مرد حکم به دیوسی داده شود، بلکه با این زن زندگی کردن وی با طریق اولاد جایز است. این به خواهش نه زن شد نه به خواهش شوهر زن شد. اگر مبادا در خانه یکی از ما و شما نفرهای دزد در آید و برای آن که از ما و شما یک مبلغ معینی را ستانده گیرند، در پیش ما و شما آنها قادرند که دختر و زن ما و شما را تجاوز کنند. چگونه که امروز کیناهای اروپا غرب برای ما و شما تعلیم داده ایستاده، نشان میدهند که دزدها وقتی در خانه میدرآیند برای آن که پول اون مرد گیرند، اولا از دختر و زن وی شروع میکنند تا که مرد وقتی این حالت میبیند دیگر هر چی که دارد برای او دزد تسلیم میکند. امروز این مردم غرب، این دشمنان اسلام برای ما و شما این گونه تعلیمات کرده ایستادند. رئیس جمهور در برآمدش چی گفت؟ در یونسکو گفت تروریسم این معنای او ندارد که یک نفر قتل کند، بلکه این کنایه‌های فحش و فاحشگی که الحال برای مردم ما آمده ایستاده است، این هم تروریسم است. این از تروریسم در بدتر است. این رئیس جمهور گفت. اگر ما و شما به گوش هامون گوش کرده باشید، راست گفتند، خوش به حالشان، بسیار گپی نیک گفتند. و این مرد دیوس نمی شود و با این زن با طریق اولا وی باید زندگی کند. زندگیش باید باز بیشتر شیرینتر باشد. هیچ داغی باید در زندگیش نباشد، زیرا اینها به خواهش نه مرد شد نه زن شد. این از حساب ناآرامی و از حساب همون بی‌عدالتی هایی که در بین مردم ما بود این انجام یافت. السلام علیکم داملای شیرین سخن. التماس با این سوال من پرره جواب گویید. باید عورت نمازش را راست یا نشسته خواند؟ بعضی ها میگویند که نماز نشسته قبول نمی شود. با احترام خواهر شما که همیشه دعاگوی شما می باشد، شکر خدا میگویم که تنی رنجور دارم و دعا کنید که خداوند شفای کامل و عاجل این خواهر اسلامی شما را نصیب گرداند. خداوند این خواهر ما را شفای کامل و شفای عاجل نصیب گرداند. و این سؤالی که کردن ما چندین بارها گفتیم که کدام زنی که نماز نشسته خوان وی نماز نیست. چی سن و سال پیران سالی داشته باشد چی جوان باشد، باید نماز راستا خوانده شود.
این کدام انسان در بین این مردم مسلمان این عمل سیئه را، این عمل خیلی زشت در بین مردم ما اعلان کرد؟ وای کی باشد؟ وای به حالش که نماز برای زن و مرد فرق ندارد، باید نماز راستا خوانده شود. کدام مادرهای شما، خواهر و زنهای شما اگر نماز نشسته خوانند به آنها خبر دهید که وای ترک فرض میکند. نماز راستا خواندن فرض است. اگر در نماز ما و شما یک فرض ترک شود، نماز ما و شما باطل بشود. باید خواهر و مادرهای ما و شما این صداهای ما را شنوند. اینا سخن خدا و پیغمبر است که نماز باید راستا خوانده شود. بود یک زمانی که حتی مادرهای ما و شما پاچه هاشون را بدر میکردند و بالای جای نماز نشسته نماز بخواندند. باور کنین این کدام دشمن اسلام در بین این مردم ما اعلان کرده است؟ این ممکن نیست. زن عذر دارد باید نشسته نماز خواند. اینا کی میگوید؟ اگر مردم عذرناک باشد وای باید نشسته خواند. اگر عذر چی در مرد باشد، چی در جوان باشد، چی در زنها باشد فرقی ندارد. عذر برای همه عذر است. قوت راستا نماز خواندن نداره، نشسته نماز خوانید. نشسته نمیتوانید، دراز کشیده نماز خوانید. یکی نشستن تماما در یگان خبرها آمدگی نیست که باید نماز نشسته خواند. السلام علیکم استاد حاجی میرزا، خواهش میکنم که با این سوال ما جواب گردانید. ما یک گروه مخلصان شما از ناحیه حمدانی کلخاز مراد رحیموف، ما در مسجد محله همان نماز تراویح میخوانیم. بعد ختم تراویح سلام دادن نماز مردم خسته میروند. شما درباره اینها چی گفتنی دارید؟ دوم، در کلخاز ما یک مسجد است. یکم سوال شد جواب میگردانیم. یعنی کسانی که ما نماز خواندیم تمام کردیم، یعنی بعد نماز باید که ما و شما ایستاده دعا کنیم. باید از پروردگارمان دعا طلب کنیم، زیرا الدعا هو العباده است. الدعا مخ العباده است. دعا خودش عبادت، دعا خودش مغز عبادت است. همون دستایی که شما میبردارین و از پروردگارتان زاره و تولا میکنید، وای هم در نزد پروردگار نماز نویسانده میشود، وای هم در نزد پروردگارتان عبادت نویسانده میشود. باید که بعد نماز ما و شما نشسته دعا کنیم که خداوند این عبادتی که ما داریم وای قبول بگرداند. باید که ما و شما دعا کنیم. اگر مبادایی که کسی ضرورت دارد، برای ضرورت اجازت است که وای مسجد ترک کند یا بین همون صفها را ترک کند، از پی کار شود. برای ضرورت میلش، لیکن بی ضرورت خستنی شما ده شما ترک سنت میکنید. باید که نشینین همراه پیشواتون دعا کنید تا که خداوند دعای شما را قبول کند. یک فضیلت نماز با جماعت انا همین است که در بین ما کسی نمیداند. گفتی شاعر کس نمیداند در این بحر عمیق سنگریزه قدر دارد یا عقیق. در این بحر نمیداند کی قدر دارد، ملا امام با قدر است در نزد پروردگار یا که یک آدم عادی ترین نماز خوان کی با قدر است؟ کسی نمیداند. یک فضیلت جماعت همین است که شاید که با دعای یکی از همون قومیت خداوند خوش بیاید و دعای همه قوم قبول کند. برای همین ما و شما باید بعد نماز نشسته و یک جای دعا کنیم. مسجدها و صفها را ما و شما ترک نسازیم. ضرورت باشد میلش از پی کار چو، لیکن به ضرورت این خطا هست. دوم سوال کردن، در کلخاز ما یک مسجد است، در دویم آشیانه می باشد. در آشیانه یکم لطابازی می کنند، در آشیانه دویم نماز می گذارند. حالا آن که در کلخاز ما دو مسجد می باشد، شما چی گفتنی دارید؟ با احترام مخلص شما. اگر در بالایی که مثال در یکم آشیانه لطابازی می رود، در اگر آشیانه دویم نماز هم که خانه، نماز شما را خدا قبول می گرداند. لیکن شما باید که دعوت کنید یکم آشیانه را دویم آشیانه برید.
کاری کنید، شما دعوت کنید که اونها وقتی نماز لطابازیشان قطع کنن، نمازشان خوانند. در این باید شما مسئول هستید. کسانی که در همون دویم آشیانه میخوانند مسئولیت دارین که یکم آشیانه را چنان تبلیغ کنین که بعضی هاشون وقتی نماز ترک کنن و آشیانه دویم براین. لیکن این به نماز شما هیچ ضلالی نداره. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، بعد رمضان یک هفته روزه گرفتن حتمی است. میگویند که 366 روز گویا روزه گرفتی. من روزه بعد رمضان رو نگرفتم، گناه هست یا نه؟ از شما عذر میخواهم. یعنی این همون 6 روز از ماه شوال است بعد رمضان. هر کسی که اگر این روزه را گرفت، پیغمبر خدا گفت که همچنان تصور کند که 366 روز گویا که در نزد پروردگار روزدار بود. این حدیث صحیح پیغمبر خداست که کسی 6 روز روزه گرفت، 1 ساله روزه را خداوند در نامه اعمالش نویساند. برای همین لیکن کسی نگرفت، در این نگرفتنش در نزد خداوند گناهکار نشد. زیرا فقط روزه‌ای که در گردن ما و شما فرض است، این روزه ماه مبارک رمضان است. این روزه هایی که ما دیگر میگیریم، این به فقط اخلاص ما و به تقوای ما وابسته است. اگر گیریم ثواب، نگیریم در نزد پروردگار گناهکار نمیشویم. السلام علیکم داملای شیرین سخن، ما یک چیز را پرسیدنیم. نمازهای قضایی 4 رکعته را با سوره خوانده می شود یا بی سوره؟ همون مثل خودش خوانین. مثل خودش خوانین. یعنی 4 رکعت نماز قضایی دارین، مثل خودش 2 رکعتش به سوره، 2 رکعتش بی سوره خوانین. چگونه قضا کردین همون خیل اداش کنین. سوره اقرا را در نماز خواندن در آخر سجده تلاوت لازم است یا 2 سجده نماز کفایه است؟ همین سوره اقرا که آخرش که خودش سجده تلاوت دارد، همون رکوعی که شما در نماز میکنین یا سجده‌ای که برای همون رکعت میکنین، برای همین سجده تلاوت همون بسنده است، خود کفایت میکنه. اینجا سوالای آمده است که امروز لازم بود از جوابش. السلام علیکم بابای حاجی میرزا، از شما خواهش میکنیم که با سوالهای ما جواب دهید. ما یکی از مخلصان شما از شهر دوشنبه، تجارتگران بازار کاروان، از شما شنیدیم که بعد نکاح برآوردن عروس پیش تخت نکاح بریده می شود. آدمانی که ندانسته پیش تخت برآوردن امروز صاحب فرزند شدند، چی کار کنند؟ دوم، در سفر در داخل ماشین در راه باشی نماز خواندن جایز است. از شما خواهش میکنم که در حق ما دعا کنید. با احترام مخلصان شما، بابا خان و بابا جان. یعنی در سفر در راه در ماشین نماز خواندن البته جایز است. شما در هر چی سوار باشین، چی در پاییز باشین، چی در عملیات ها باشین، چی در ماشین ها باشین، چی در کشتی های بالای آب ها باشین، همه حالت در نماز در گردن شما فرض است. وقتی نماز آمد باید که نماز شما ادا کنیم. اگر شما گویین که ما مسافریم، ما در داخل این ماشین ها سواریم و خداوند ما را میبخشد، نه، بلکه شما گناهکار میشوید. این گونه اعتقاد نکنید. شما اگر توانین همون ماشینی که در راه هستین، توانین اگر صاحبش سخن شما را رد نکند و گوید مثال پیشنهاد کنید که ما نماز میخوانیم ایستد، باید که شما بیرون در زمین نماز خوانید. یکی وقتی اون اتوبوس ها باشد که مثال برای 1 نفر و 2 نفر من نمیکنند، یا اینکه اگر من هم کی کنند بسیاری ها مثال در اینجا هر گونه گپ های زیادی میخیزانند، این حالت شما در حالت همون شیشتگیتان نماز نیت میکنید، با اشاره سر نماز میخوانید. و این عروس هایی که میپوشند این لباس هایی که از ما و شما نیست، بگیم امروز لباس هایی که فتة میپوشند، لباس های توریه که میپوشند، آستین ها مثال نیست، دست های اونها نمایان، گردن های اونها نمایان،
بالای سرهای اونها نمایان، باور کنید این شرمندگی هست. اگر همه شما از ما ملال شوید، من برای شما میگویم که مادامی که این گونه لباسها را در عروسهای خود که پوشانیدین، یقین دانین که شما در نزد پروردگارتان بی نهایت در یک غضب پروردگارتان گرفتار شدید، زیرا شما حکم خداوند چیکار کردید؟ پایمال کردید. خداوند برای شما میگوید یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلبیبهن ذلك ادنی ان یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفورا رحیما. ای محمد صلی الله علیه و سلم، لباسهای اسلامی را اول از زنها و دخترهای خودت سر کن و بعدا به تمام زنهای امتت، با تمام آن مردهایی که امروز دعوا دارن که ما مسلمانیم، با آنها اعلان کن که باید دخترهای آنها از لباسهای اسلامی باید پوشند. این فرمان پروردگار است، این هیچ کس تغییر دادن نمیتونه. پیش راه این حکم خداوند کسی هم گرفتن نمیتونه. این خداوند برای ما و شما امر دارد. از این خاطر کدام دختری که البته این گناه کرده است و امروز صاحب فرزند شدند، توبه کنید، به سوی پروردگارتان زاره و تولا کنید که خداوند این گناه را از شما ببخشد. انشاءالله خداوند شما را میبخشد. لیکن به این گناه شما دیگر دست نزنید. اینا برای خودتان مدنیت نشمارید. این مدنیت نیست. این لباس هایی که تمام بدن شما را نمایان میکند، این لباس ها مدنیت نشان نمیدهند. همون دوره های شوروی خیلی دوره خوب بود که هیچ دختر این گونه فتح پوشی نداشت. کدام انسانی که در دوره های همون شوروی زن گرفتگی از همش میدانند، کرته های چکن داشتند، بالای سرهاشون چادرها پرتافتگی بود، همون لباس های ملیشون در بر کردگی بودند، خوش به حالشان. حضرت محمد اقبال لاهوری میگوید فطرتی تو جذبه دارد بلند. انسان ها، اما شما قد محمد اقبال لاهوری عقل دارید. فطرتی تو جذبه دارد بلند، چشم و هوش از اسوه زهرا مبند. تا حسین شاخ تو بار آورد، موسمی پیشین به گلزار آورد. ای خواهر عزیز میگوید محمد اقبال لاهوری مثل پدرانه میگوید ای دخترای عزیز، فطرت شما یک جذبه دارد. به خاطر این جذبه که فطرت شما دارد، جسد شما دارد، من بر شما میگویم که چشم و هوش از اسوه زهرا مبند. اون فاطمه که نور چشم حبیب خدا بود، اگر تو خواهی که از شفاعت او برخوردار شوی، پیرو فاطمه شو. میگوید پیرو فاطمه شو. برای چی؟ تا حسین شاخ تو بار آورد، موسمی پیشین به گلزار آورد. اگر تو پیرو فاطمه شوی، در شکم تو فرزند پیدا می شود که اخلاق حمیده امام حسین دارد. اگر تو مثل فاطمه باشی، حضرت محمد اقبال لاهوری میگه تو در دنیا حسین تولد میکنی. امروز چرا که شما امروز فرزندهای ناقابل تولد میکنین؟ برای که شما از اول روز حیاتتان شما با بی‌حیایی قدم زدین. اولین لباس کفر در بر که کردین، از شما کجا فرزند سالم به دنیا می آید؟ شما در اول حیاتتان غضب پروردگار را زنده کردین. کجا حیاتی تو شیرین می شود؟ این طلاق هایی که 3 طلاق و 100 طلاق تو میگیری، همه این باعث الان فتح هایی که شما میپوشین، لباس های نادرسته که شما میپوشین، این غضب پروردگار است. نگذاره جوانای عزیز. میلش اگرچه امروز بسیار از تبلیغگرهایی که میخواهند که ما فتح پوشیم،
ما امروز آستین‌های کلته داشته باشیم، امروز یوبکه‌های دریدگی داشته باشیم، لکن شما مسلمان هستین. شما غیرت اسلامی تان به کار برین، نگذارین که اینها از اولاد شما ظاهر شود. نکاح سالم میخوای، نکاح حلال میخوای، خواهرها و زنهاتون از این لباس ها نپوشانید. انشاءالله بعد شما چی میشوین؟ در نزد پروردگارتان زندگی شما زندگی اسلامی میشود، زندگی خوب میشود. داملای محترم، من مخلص شمایم و من یک جواب. من قرآن را با حرف کریلیکی میخوانم. بعضی آدم ها رفتار ناشایسته دارند. من میگویم در قرآن سخن این خیل است. او میگوید تو حق نداری از قرآن گپ زنی. این سخن حق است یا نه؟ یعنی هر کسی که اگر با کریلیکی هم که اگر قرآن خواند و سخنهای نیکی که از این قرآن برای مردم میرساند و حق دارد که مردم را نصیحت کند. اگر در بین مردم همین انسانی که قرآن با خط کریلیکی هم که خواند، این انسان هم در نزد خداوند ثواب میگیرد و البته حق دارد که وی جماعتی که در اطرافش است وی نصیحت کند. این هیچ جای نادرستیش نیست که وی گوید که در فلان سوره قرآن در فلان آیت خداوند این گونه گفته است، مثل که نماز خوانید، مثل زکات دهید، مثل حج کنید. وی حق دارد. چرا حق ندارد؟ السلام علیکم دامنای محترم. ما از شما خواهش و التماس میکنیم که شما از روی آیت و حدیث با سوالهای من روشنی اندازید. در محله ما یک کس مرد در روز جمعه. در مرده 3 آدم بزرگ اشتراک کردند. نماز جمعه را نخواندند، مرده را پیش نماز نکردند و آدمان را دعوت کرده در مسجد نماز پیشین جماعت کردند. ما حیران کی را باور کنیم؟ شما آیه قرآن باور کنین، شما احادیث های پیغمبرتان باور کنین. کسی باشد نباشد، بزرگی انسان اون حالت ده معین می شود که انسان مسلمان کامل باشد. اگر امر پروردگار تو ترک بسازی، گفته حبیبی خدا را رد کنی، تو از کجا بزرگ هستی؟ شاعر میگوید به مسجد هفته از تو کجا یک سجده واحد، که در آینه زاهد به 6 روز دیگر فاسق. حضرت میگوید همین ممکن است که شما ای مردمی که جمعه را ترک میکنین و جمعه نمیخوانین و امروز برای خودتان هر گونه دلیل ها پیدا کردین، حالان که جمعه این یک درس است. این جمعه این ساعتهای امر معروف، حبیبی خدا میگه لکل شیء ثقالت و ثقالت القلوب ذکر الله عز و جل. ای انسانهای بزرگ، پیغمبر میگوید دل انسان سیاه میشود. دل انسان از حساب این پلیدی ها و از این حرام ها و لقمه های نادرست دل انسان سیاه میشود. لیکن حبیبی خدا گفت من برای شما سفید کننده دل را خبر دهم، گویم که با چی چیز این دلهای سیاه را سفید کنید. چی گفتن حبیبی خدا؟ ذکر الله عز و جل. شما در موعظه ها رفته اشتراک کنید، سیاهی دل شما نابود می شود. دلها را باید سفید کنیم ما و شما، دلها را باید نورانی کنیم ما و شما. این اشتراک نکردن این بزرگان معنای او را ندارد که جمعه خواندن نادرست باشد. بزرگان چی ها نمی کنند. اسلام به ذات خود ندارد عیبه، هر عیبی که هست در مسلمانی ماست.
انا عیب در همون بزرگاست که امروز به گفته پروردگار نمی روند و مردم اونها را دیده درس می گیرند. باید امروز همون بزرگا در بین ما چی شوند؟ عبرت باشند. باید مردم اونها را دیده باید که چیکار کنند؟ درس گیرند. اگر پیشوا نماز 5 وقته نه آید، قوم از کجا نماز جماعت می آید؟ اگر پیشوا حقیقت گو نباشد، از کجا قومی او هدایت می یابد؟ از کجا؟ اشتراک نکردن بزرگان در نزد پروردگار این گناه است. بزرگ خداوند است. چی بزرگی دارد؟ امر خدا را ترک میکنی و باز بزرگ هستی.